برای گروهی بیشمار از موجودات عالم جنگی بیش نیست. تلاش به خاطر کسب روزی جنگی است علیه فقر و گرسنگی. سرقت جنگ است، جنگی علیه قوانین و به خاطر دست یافتن بر آن چیز که از آن دیگری. هر آوای شادمانی جنگی است بر ضد غم. خواهش میکنم به خاطر من رحم کن، بذار تا زود جلوی این رسوایی رو بگیری. آنکه پایبند اصول است علیه ننگ و رسوایی. حتی آنجا که تاریخ زندگی نشان میدهد انسانها همیشه جنگیدند. گویی که آرامش خیال فقط با جنگ میسر است. برای هر موجود زندگی جنگ است. طغرل همه جا قلب پریشون، چشم گریون، رنج فرابونه. همه جا از وقت بارون، قلب نالون، بی سر و سامونه. همه جا دل تنگ تنگه، همه جا رنگ و رنگه، همه جا شادی فراموشه. نه لبی بی خندگاهی، نه دلی داره پناهی، همه جا فریاد خاموشه. از مکانی دیگر و از دیاری دیگر طغرل به محیطی تازه گام نهاد. سلام زنم. طغرل جوانی مستعد و آماده، جستجوگر و ماجراجو در نبرد زندگی. ولی من فقط از خدا میترسم، از بندگونش هیچ ترسی ندارم. هر کی بخواد بهم زور بگه جلوش وامیستم. نخستین جنگ او جنگ عشق بود. به خدا مرگم بده. نه ترس، من غریبه نیستم. خیلی وقت بود اینجا رو نگاه میکردی؟ همچین. اسم چیه؟ فاتی. اسم تو چی؟ طغرل. یه خروس دارم، رو نشین زیره. چشم‌ها و نگاه‌های مشتاق مقدمات لطیف‌ترین و شورانگیزترین نبرد زندگی را برای طغرل تدارک دیدند. هر وقت تو بخوای میتونی من اینجا پیدا کنی، اما میدونم که بابات هیچ وقت نمیذاره منو تو زن شوهر بشه. نه این حرفو نزن. من اگه بمیرم زن هیچ کس غیر از تو نمیشم طغرل. من تو رو خیلی دوست دارم. عشقی آمیخته به جان ولی مغایر با شؤونات دو خانواده. خیلی خوب، حالا میبینی نابودش میکنم، میکشم. و گویی زندگی چنین است که بر حرم عشق شاخه های نفرت نیز برسد. حیوانم تا پا رو دمش نذارن صداش در نمیاد. آدم که بیخود به مردم نمیذاره. و اکنون این است طغرل در مصاف یک عشق، یک ننگ، یک ترحم و یک پیکار. طغرل سعید اراده است در نقشی تازه. طغرل همراه با دلارام، شهین، کاجوی، حسن رضایی، جنتی، فرهاد حمیدی با معرفی محمد عرب جمال آقا شما این تکیه خره و با شرکت افتخاری کمدین مشهور سینما میری. خیلی خوب، قرار و مدارمون چی شد؟ ضد قرارم بنده. چی ضد قراری؟ اختیار داری؟ ای اختیارم بنده. یعنی چی؟ بالاخره میخوای عروسی کنی یا نه؟ در انتظارم بنده. خودتو لوسکو میزم تو ملاجتا. طغرل نامی بر ساخته جدید سیامک یاسمی، کارگردان چیره دست سینما. طغرل فیلمبردار حمید مجتهدی. طغرل داستان ما درباره زندگی آرام یک خانواده است. یک خانواده خیلی ساکت، خیلی عادی که در میان افرادش نه جنگ، نه دعواست، نه شیطنته. خاک بر سر بیورزت کنم. یک خانواده بسیار بسیار نجیب، سربراه و معقول. تو با زن من چی کار داری؟ گردن بالا کنار میره. تو چی میگی؟ با دختر من چی کار داری؟ و چون این خانواده مظهر صفا، وفا و دوستی هستند، بهتر یکی اونها رو به شما معرفی کنیم. تقی ظهوری، عجیبترین بابای دنیا، پدر خانواده. کتایون، آخرین عیال آقا با اختلاف سن 40 سال. میری، پسر بزرگ از عیال اول. لیلا بهاران، دختر دم وقت خانواده از عیال دوم. مختار،
عاشق بیقرار لیلا بهاران ولی بی‌نصیب از مال دنیا. آراسته، رقیب سرسخت. نوشین، شکار تازه و عیال جدید جناب ظهوری. و ایران قادری، مادر دختر خانم اخیرالذکر. شیطونه میگید جفتشون رو واسه خودم بگیرم واسه یه فکر دیگه بکنم. اگه این آدمای جور با جور بیان تو یه خونه زندگی کنن و همگی بشن یک خانواده، اون وقت چه اتفاقای عجیب و غریبی میفته؟ نفهمیدم. چی کار داری میکنی؟ پسر گنده بند داری پای زن منو ماساژ میدی؟ حالا مگه چی شده؟ من جای مادرتم آخه. تو انقدر پور و اطفار اومدی که منم حالی به حال. محسن بمال. یالا برو قاچا. من نمیدانم همه شما رو گوش بدم. این میگه بمال، تو میگی نمال. اما بیشتر حوادثی که اتفاق میافتاد به خاطر احتیاج تک تک افراد بود. مثلا زن احتیاج داشت به محبت شوهر. شوهر برای خیلی چیزهای غیر قابل ذکر احتیاج داشت به استراحت. اصلا حیف من که خودمو برای تو بزک کردم. دختر دم بخت احتیاج داشت به خواستگار. خواستگار احتیاج داشت به پول. پسر احتیاج داشت به جیره روزانه. و پدر احتیاج داشت به پول، به عشق، به بوسه، به ماشین، به خونه، به آپارتمان، به عیال جدید، به عیال جدید، به عیال جدید. خلاصه پدر آدم محتاجی بود و همیشه با همه جا میگفت آی آقا بده در راه خدا. و این بده در راه خدا آخرین فرمول اکتشافی جناب ظهوری بود برای رسیدن به تمام احتیاجات. بالاخره از قدیم گفتن گدایی کن که محتاج خلق نشی. بده در راه خدا. وای چه حرفا میزنه این نور دیده. وای چه چیزایی میگه این خیر ندیده. عروسی دخترمونه یالا زود باش، عروسی دوتا جوونه یالا زود باش. بده در راه خدا. شادی و نشاط تو این فیلم موج میزنه و قهقهه از هر طرفش میباره. خلاصه این فیلمیه برای خنده. در ضمن کلیدی هم هست برای پیدا کردن رمز جوانی جاودان به سبک ظهوری. بده در راه خدا. خجالت داره آقا، دیگه از شما گذشته. اختیار دارید خانم، از من گذشته. من تازه اول آلبالو پامو میذارم رو گیلاس بفرمایید. رو نیست که کرمپای قزوین. الهی قربون این شوهرم برم. تو چقدر بانمک. عینکیاش شیشه های عینک رو پاک کنن و بی عینکاش چشما رو خوب باز کنن که خوشگلا وارد میشن. برین خواستگاری و فکر مایه جیبا نکنین. هر آن کس که دندان دهد نان دهد. بله آقا، خدا روزی رسونه. بده در راه خدا. خب پس کار تمومه، بلنش بریم محضر. بده در راه خدا. یک موضوع جالب و ابتکاری برای انتقاد از ضعف‌های زمانه و برای گشودن یک جاده اسفالت و بدون دستانداز به سوی دنیای خنده. بده در راه خدا. این هنرمندان با بهترین ایفای نقش‌ها به شما میگن بده در راه خدا. تقی ظهوری، کتایون، مختار، لیلا بهاران، جنتی، نوشین، آراسته، صابر آتشین و میری. ببینم تو اهل دودی؟ نه من اهل رشت. چی؟ تو اهل رشتی؟ بده در راه خدا. یک فیلم شاد، هیجان بخش، متفاوت با تمام فیلم ها، با داستانی داغ، نو و تکان دهنده از مهدی سهیلی، طنزنویس زبردست ایران. بده در راه خدا. فیلمی به کارگردانی رضا صفایی، فیلمبردار حمید مجتهدی، محصول سازمان سینمایی 40 ستون. بده در راه خدا. بار دیگر بر پرده سینماهای ایران هنرمند برگزیده مردم موجی از شور و التهاب و هیجان می‌آفریند. آغاسی و آواز گرم و گیرایش، آغاسی و زندگی پر از نشیب و فراز و سرگذشت حیرت انگیزش، آغاسی با گوینده هزاران حرف ناگفته از گذشته‌های دور و نزدیک در جدیدترین فیلم خود، فاتح دلها. دو چشمات منو کشته، عزیز بستی درشته، ظهوری یا فرشته، دلت مال بهشته، به این لاله باغت ماشالله، نیاد غم به سراغت ایشالله. استقبال صمیمانه میلیون‌ها تن از آغاسی و موفقیت چشمگیرش
بیشتر بدان جهت است که او هنر خویش را بی پیرایه و با خلوص نیت عرضه می‌کند. از صمیم قلب و روح آواز می‌خواند و در اوج شهرت در کمال سادگی به گذشته خود که خیلی از انسان‌های موفق از باز گفتنش عار دارند اعتراف می‌کند. فکرشو نکن. هر کسی تو این دنیا یه سرنوشتی داره. خدای شکر خانه گده گوشت بار کردن. این است آقاسی، مرد گمنام دیروز و مرد محبوب و مشهور امروز. خدا بخواد همه کارا درست میشه. شما چقدر خوبی. مردی که تا پیش از موفقیتش همیشه فروتن و متواضع بود، غرور نداشت، پرمدعا و خودستا نبود و امروز نیز همچنان فروتن و متواضع است، مغرور نیست، بی ادعاست و خودستایی ندارد. ای والله به آقاسی، خیلی هم ممنون از آقاسی و فاتح دلها نامی شایسته برای سومین فیلم او. فاتح دلها. درود عمر به غم خوردن میارزه، خوبه داری از دستمون بلرزه. همیشه در اوج شهرت و محبوبیت تصورات و آرزوهای یک هنرمند با ترس و وحشت توأم‌اند. ترس از اینکه شهرت او را بفریبد و فریب خورده شهرت که زود به گمنامی باز می‌گردد. شهرت زیادی چه فایده ای داره؟ آدمو خونه نشین میکنه. ترس از اینکه احساس و هنرش به خاطر ثروت همچون یک کالا عرضه شود. شما خیال کردین هر کی هر کاری بکنه به خاطر پوله؟ پس چی؟ خیال کردی آدم آسمون جلی مثل تو رو برای چی به اینجور جا دعوت میکنن؟ برای اینکه آواز بخونه و پول بگیره. بگیر. و سرانجام ترس از این هنرمندی که با زحمت و رنج در تاریکی ها درخشید به ناگهان در روشنایی ها به خاموشی درآید. هر فطرت بیشتر. بدین سان است قصه فاتح دلها و بدین سان است که آقاسی میخواند. یکی شدیم اگه بخونی نوشته، آب اخرم به خدا دیگه گذشته. کجا برم این همه درد و غم را، به کی بگم رنج و غم دلم را. فاتح دلها، قصه غم، قصه شادی، برگی از دفتر زندگی این مرد. آن حادثه که مرگ آفرید و آن برخورد شیرین که امید به ارمغان آورد. ای پرستی ناز قشنگم، ای تو مهربون باد سنگم، وقتی که دارم تو را کنارم، با هر غم و غصه‌ای می‌جنگم، با هر غم و غصه‌ای می‌جنگم. نعمت الله آقاسی، نازنین، مهدوی، نرسی، توتیا، تهرانچی، رقاصه زیبا و هنرمند سوزی یاشار و کمدین محبوب میری در فیلم فاتح دلها. چطوره که این بچه رو تو به فرزندی قبول کنی ها؟ من؟ مگه نه اینکه دکتر بهت گفته که تو بچت نمیشه؟ یواش بابا، تو که فقط عبوری من رو بردی که بابا. برو بیارزه. فاتح دلها را رضا صفایی، کارگردان مشهور و توانا ساخته و سازمان سینمایی پانوراما افتخار عرضه آن را دارد. فاتح دلها. ای وای چه بلایی دور از دل مایی، با ما به از این باش که با خلق خدایی، خواهی و نخواهی آخر مال مایی، با ما به از این باش که با خلق خدایی. فاتح دلها.
نامرد صورت به یه پی مرکشه بگی یالا برو یا شر ارته یالا بیفت جلو یالا ناکه یالا باز بری پاستا یالا قربونه داشتم برم داشت خونم همه چیز سر جاشه این مردم همون مردمن تو هم همون داشت خونمی
شده؟ امروز چرا سر کار نرفتیم مملی؟ جیم شدم رفتم تماشای داشخولون بینم چه شکلیه. خب دیدیش؟ آره طاهر خان، یعنی تو اصلا نمیترسی؟ میگن خیلی گردن کلفته. وقتی بزرگ شدی یادت باشه فقط باید از خدا بترسی. زنده باشی. امروز میاد بیرون پدر. معلومه میگم تا شب چه بخواد چه نخواد از زندون رو بیرونش میکنن. اون وقت همچی که پاشو گذاشت بیرون، همچی که مزه خلاصی شیشه تو محله جلوشو میگیرم و چیگرش سوراخ میکنم. درست همونجا که اون بی معرفت کارت گذاشت تو پشت تو و اینطوری چشده به تاق دوخ جلوی همه اهل محل تو خون خودش آب تمیش میدم. من باز میکنم داداش. هی درخان تشریفات دارن؟ آره الان صداش میکنم. نه نمیخواد صداش کنی، فقط بهش بگو داشخلوم از زندان آزاد شده. خیلی همه چیز زنم، یا میکشنم که غمش نیست یا میکشمش که اون وقت دیگه دوست ندارم واسم گریه کنی. سرمو بالا میگیرم و عین یه شیر پاک خورده از وسط بازارچه میرم تو رفتونی. دوست دارم تو رای پام زانو بزنه، صدای التماسش تا اینجا تو دارونه گوشت بپیچه تا استخونا داغ شه. اینه دوست دارم پدر. قدمت رو چشتر خواه باید کار دارم. سلام علیکم مرشد. هیدر علوم اومد بیرون، منم دارم میرم پیشوازش. خیلی ها میرم پیشوازش، تو فکر بابات باش. میخوای واسه تقاس خواهرمون بفرستن؟ تو اهل محل بگم پسر مرشد زمان عرضه تقاس گرفتن نداشته دخترش دست بارا زده؟ اون تقاسشو پس داده 3 سال تو هلفتونی بوده. این چی؟ پدر من باز یه عمر اینطوری بمونه؟ جواب عمر حلب شده اینو کی میده؟ دل شکستش چی خوش میکنه؟ چشمای غمدارش چی شاد میکنه؟ بگو طاهر خان. اگه پشت به دیوار بچسبونم و آروم بگیرم مردم چی پشترم میگن؟ میگن هیدر عاقل بود. میگن ترسو بود. ترسو هوار نکش، اینجا تعزیه نی. تو خیال میکنی پدرت چی واسش مونده که زندگی رو همینطوری تحمل میکنه؟ خیال میکنی اون 2 تا قاشق شربت و یه لقمه تیلیت که شما تو دهنش میچپونید زنده نگرش داشته؟ نه هیدر نه. اگه نفس میکشه به خاطر توه، اگه روزو به شب میرسونه و شبو به روز علتش تویی، تو باعثشی. صدای تو، دیدن تو، حرفای تو شیشه عمر اون شدی. اون زبون نداره اما تو چشاش نگاه کن داد میکشه همه چیزش تو هستی. اون زنده است واسه این که تو زنده ای. اون دلش خوشه واسه این که تو باشی. حالا میخوای بری جلوی قلومو بگیری؟ خیلی خوب برو. یا اون پس تو برمیاد یا تو پس اون برمیای. اما یه چیزی رو بهت بگم، وقتی واسه یکی تو مردشور داره کفن میپیچه واسه اون یکی هم تو توپونه دارن طناب دار میزون میکنن. خلاصش کنم تمام این دعوا و مرافعه ها و زد و خوردا مال اینه که آدم زندگی بکنه. واسه همینه که میگم حواست پیش اون پیر مرد باشه، چون زندگیش فقط به وجود تو بستگی داره. ایدر یه حرفم میخوام بهت بگم. درستی که تو این سال و زمونه اسمی از مردی و مردونگی نی، اما خیلی ارزش داره. دلم میخواد که تو مرد باشی، همونطور که فکر میکردم. بدش به من چاقو رو، بدش به من. میدونم چی بهت میگذره مرشد، اما جوونه. خب من مواظب بشم، خیالاتت راحت باشه. واه خدا را تو شکر باشم.
اومدی ایدار نمیذاری که آدم حواسش جمع باشه. داشتم تو حیاط نگاه میکردم، چشم افتاد با آبجید، داشت وضو میگرفت. نمیخوام مشغول زمش بشم، بگو دوباره وضو گیره. ضمناً بهش بگو هر وقت وضو میگیری چادرتو بنه سره، معصیت داره. چرا حالیت نمیشه دختر؟ اینو باید بدونی وقتی مرد تو خونه‌ات تو حیاط نباید بیاد. ولی طاهر خان که طاهر خان نداره. اون واسه من و بابات هرچی باشه واسه تو یه مرده. وضو تسته بگی. یا الله. خیره. دلگیر نباشه ایدا، من هرچی گفتم واسه خودت گفتم. تو وصل تن منی. امشب زورخونه میبینمت. نوکرتم. سلام علیکم باشقلا. سلام علیکم چاکرم. بفرمایید یا علی بفرمایید. خواهش میشه اون ور طرف کن. اون ور بچه. یا الله دلم میخواست وقتی طاهر خبر خلاص شدن داشقلومو شنفت جلوش واسطاده بودم، میخواستم ببینم رنگ روش چه فرمی شده. تمام اهل پای محله که برق فرونده بودن. خلیل میگفت تو قهوه‌خونه بعضیا آجری بودن. چی کارش میکنی داشقلومم؟ طاهر رو میگم چی کارش میکنی؟ میکشش نه؟ بکشش داشقلومم، بکشش. بذاریم بهتون بگم داشقلومم طاهر رو میکشه. آره داشقلوم کسی رو نمیکشه ابراهیم. نمیکشی؟ طاهر رو میگم داشقلومم. شنفتم کیو گفتی. من 3 سال آزگار اون تو بودم، تو هلفتونی. وقتی یه نفر پاشو گذاشت اونجا دیوونه است اگه یه کاری بکنه که دوباره برگرده اونجا. تو طاهر دلخور نیستی داشقلومم؟ نیستم. چه حرفایی میزنی پسر؟ 3 سال عمرمو اون هاپولی کرد. بنگ پوف. همه شاهد بودن اون روز تو زدن مرشد پدر حیدر من گاف کردم. از قصد نبود، همه میدونن. بابا هیدر بابا جو چه شد؟ بابا اینو یه دفعه به تو گفتم دخالت نکن. من خودم حسابش میرسم. من خودم میدونم باید چی کار بکنم. بابا چه شد؟ بابا هیدر بابا نه من نمیخواستم اون پیر و مرتو بزنم. اما طاهر این حالیش نبود. اون تو رو آره اون منو اگه بدونی چه روزی بود سخت‌تر از تموم روزای این 3 سال اون جلو انظار من سکه گیر پول کرد. هیچ وقت تو عمرم اینقدر عذاب نکشیده بودم. هر وقت که چشمام تو چشای تو میافتاده بی انگار 1000 تا سیخ تو جگرم فرو میکردم. تموم این 3 سال تو فکر اون گیاهان بودم که چشای تو را غرق اشک دیدم. تموم این مدت روزا و شباشو شمردم تا بیام بیرون. نه واسه کشتن طاهر. چرا؟ واسه این که دیگه نمیخوام برگردم اون تو. من فقط میخوام یه بلا سرش بیارم که تا عمر داره این نیشتر تو جیگرش فرو بره. میخوام کاری کنم که پشتش عرق کنه.
ابی نقره داغش میکنم، جلوی همه تون قسم میکنم برای سر طاهر بیارم که پشتش عرق کنه. فقط این جیگر نیشتر خورده منو شفا میده. من میرم. کاشه داشت خانومه. میرم زورخونه بلکه اونجا جی خودت دلم باشه. سب کن منم باید بیام. داشت خانومه. انشالله که تو این 3 سال فراموش نکرده باشی که ما با اسم علی پامونو اینجا میشه. دست علی به امرت جان شاه آفرین دل اون مبادا دکی ها همین جهاندار پیروز آی حیفم اومد. 3 سال منتظر بودم که بیاد حسابمو باش پاک بکنم. حالا که دیدمش تو زورخونه بود شانسم برد. باز شروع کردی؟ چیو شروع کردم طاهر خان؟ از قید جیگرم داشت میسوخت، تموم تنم داشت میلرزید. آخه من چرا همونجا با غلام تصفیه حساب نکردم؟ چرا؟ بس کن حیدر. زورخونه مقدستر از اونه که کسی بخواد خورده حساباشو اونجا تصفیه کنه. تو با اسم علی پاتون گود گذاشتی و صلواتی شدی. باشه طاهر خان، طوری نیست. بذار یه مدتم از تله سر زورخونه با مقدسی گود زندگیشو بگذرونه. آخه تو چرا نمیخوای بفهمی حیدر؟ من حالیمه تو دلت چی میگذره؟ ولی چه میشه کرد؟ اینا جزو چیزای سرد و گرم روزگاره، باز بچشی تا مرد چی. خب دیگه من یه سری خونه میزنم، باید شم جلو قهوه خونه میبینم. یا علی حیدر قامت کم نوکرت هم طاهر خان بدو این حیدر داره از هم
چرا؟ نمیدونم صدای دادی بیدارشون تا خونه ما میامد طاهر خان. طوری نیستنه، من الان میام. میکشمش ببرش تو اتاق. این ننگ تابت رو پیشونه من میمونه. بذار بکشمش. ایدار تو چه میدونی چه خونی به دلم کرده؟ خواهر من. مگه چی شده؟ چی میخواستی بشه داداش؟ چشم روشن زیر سرش بلند شده. چی گفتی؟ در چمدونش وا کردم دیدم پر از پیشکشی های اجنبی نامحرمه. چی میخواستی بشه؟ ایدار دست یه مرد تو رو زن بالا نمیره. تا یادمه داداش پشت مرد و بی اسمتی خم کرده. آروم باش، شایدم خیر باشه. درست میشه ایدار. باریکلا دختر باید مثل تو دهنش قرص باشه. میدونی اگه به داداشت میگفتی که این جواهرا هدیه طاهر چه محشری به پا میشد؟ آره ولی آخرش چی؟ آخرش هیچی. ایشالله به سلامتی عروسی میکنی و خانم خونه طاهر میشی و همه چی یادت میره. آره تو میگی ولی طاهر انگار نه انگار که این چیزا رو واسه من فرستاده. اون حتی یک کلمم حرف نزد. آخه چرا؟ والا من خودمم حیرون شدم. اصلا اون بعضی وقتا یه کارایی میکنه و یه حرفایی میزنه که انگار دو دله. دو دله؟ یعنی میگی چی؟ پس تکلیف من این وسط چی میشه؟ والا یه راهی هست. آره یه راهی هست که آتیش دلشو تند کنه. من یه نفره میشناسم که با سحر و جادو گرگو میشه با هم دیگه آشتی میده. باید بریم پیش اون. آره تو امشب یه لباس عروسی و هدیه های طاهر وردار. من نصفه های شب میام دنبالتو با خودم میبرمت. لباس عروسی مادرم هنوز هست ولی آخه داداش هیدر رو چی کارش کنم؟ من دیگه نمیدونم. هر کسی طاووس خواهد جور هندوستان کشد. امشب کارتو بکن که میام دنبالت. آره قربون اون چشمای قشنگت برم. میدونی چقدر از شب گذشته؟ از تو بعیده که دنبال اینجور کارا بری. تو که حشمتت تو این محل نمیذاره یکی پاشو کج بذاره باید پرهیزت از همه بیشتر باشه. آخه ننه این چه غمیه که امشب تو صورتت نشسته؟ آخه مگه قرار نیست که تو بعد محرم لباس دومادی تنت کنی؟ نه این خیالاتو که پسرت لباس دومادی تنش کنه و وسط عروس بیاره بند دور. مگه اونایی که دوماد شدن چه گلی به سرشون زدن که به سر ما نمیزنن؟ همه چی رو فراموش کن. فراموش؟ فراموش چیه؟ صحبت زندگیه. زندگی تو زندگی من. ببینم حتما زیاد خوردی ها؟ نه حرف مفسی و اینا نیم. فقط خب دیگه همه چی به هم خورد. چی به هم خورد طاهر؟ بعضی چیزا گفتنی نی. سرنوشت بعضی اینه که زندگیشون عین و سایه باشه. یه سایه‌ای که میاد و میره. دست آخرم هیچکی نمیفهمه صاحب این سایه پشتش آفتاب بوده و عین و تنور میسوخته.
طاهر، تو رو به خدا اینطور حرف نزن. تو خودت میدونی که من با خندت میخندم، با گریت هم گریه میکنم. من نمیتونم تو رو یه آن ناراحت ببینم. نه منم نمیخوام دلگیر باشم، یعنی هیچکی نمیخواد. این دیگه دست ما نی، این بازی سرنوشته، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. برو ننه بخواب، برو بخواب و یه فکری بکن سوای زن گرفتن پسره. همه چی رو درست کردم، خلاصه به هر کلکی بود گولش زدم، رازش کردم امشب بیاد بیرون. حالا دیگه نونو به تنور باید چسبون. حالا دیگه موقع پروندنشه.
دانویسه همینجا. بیا تو از اینجا. بیا تو غریبگی نکن. بیا بشین تا من چراغ رو روشن کنم. الان آقا میادش. صبر کن من چراغ رو روشن کنم. آقا اومد. چراغ خودتون روشن کنین. خب سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. جاهز الله أكبر. سلام نده. سلام حیدر، خیر باشه. چی شده مادر؟ هیچی نده. چی بگم ننه جان؟ چی بگم؟ دیشب از من خونت فرار کردم. همه جا رو گرفتم. آره همه جا رو. پیداش میکنی. اعظم آبجی حیدر اینجاست؟ نمیدونم فاتی جون، برو تو رو نگاه کن.
بریده باد زبانی نگوید این کلمات که بر حبیب خدا ختم انبیا. ببین اونها چی کردن، چه میکنن، ما هم همون کار رو بکنیم. چون دیر یا زود ما هم به سزای اعمالمون میرسیم. اون اعمال ماست که از ما باقی میمونه. خوب و بد، زشت و زیبا، همه در مقابل ما هست. کتاب ها از زخم زبون و نگاه خلق اللهم راحتی. یک دو روز برو برگرد. برو بلکه هم دلت باشه. نه نمیتونم. رقص شده رقاص. آره صد زحمت به رقاص نوکرتم. بذار تق آبجی حیدر در بیاد. اون وقت خودت میگی صد زحمت به هر چی ناشه. آره یک پاچه برمالیده بشه که اون سرش ناپیدا هر گذرش بیفتا چشاش در باز کلاشو بذاره بالاتر. یادتونه وقتی اعظم خانم چادر سرش بود و عدولا همین قبر خونه ردیفه چطوری رو میگرفت. این هو مریم مقدس. بیرون چرا؟ بابا چه خبرته؟ پرواز سراغ کردی؟ چرا چغال میزنی؟ چیه؟ سلام علیکم. من نمیگم اینا رو. الفی اینجوری میگم. خب منم گفتم نگو نامردیه. نه آره دیگه تو گفتی من میگم. دروغ میگی جون شما. دروغ میگه نامردا. ببین من رفتم خیته. بریم. یعنی تو میگی من ساکت وایسم و هیچی نگم؟ آره پسر، من میدونم چته، میدونم چی بهت میگذره. تو نمیدونی طاهر خان، نمیدونی. من خوب میدونم حیدر که تو واسه آبجیت هم مادر بودی هم پدر. میدونم که این لله دوره برش گشتی و هرچی خواسته واسش کردی. حالا حق داری واسه حرفایی که پشت سرش میزنن زمین و زمون رو به هم بدوزی. ولی آخه فکر خودت هم باید باشی یا نه؟ دیگه جون به سر شدم طاهر خان. دیگه طاقتم تاق شده. از همه این حرف و این کارا نبود. حتما یکی زیر پاش نشسته. حتما. بر واه مادرم به عزت زهرا یادمشو بشناسم. هر کی باشه و هر طور که باشه خونش میریزم. یه سگ میکشمش. از زمینگیری بابامو بتونم تحمل کنم، اما داغ ناموسو نمیتونم. یادت نره حیدر، اگه داغی در میون باشه همونطور که پیشونی تو رو میسوزونه دل منم آتیش میزنه. اما ایشالا صحبت این حرفا نیست. هرچی هست خیره. خب پدر تنهاست، صبح میبینمت. عمرت بده جوون، خیر از جوانی ببینی.
کیه؟ حاضری امشبو به یه بی خانمون پناه بدی؟ حیدر منتظرته. ولی مثل اینکه برگرد خونت ازم. خونه؟ من دیگه خونه این ندارم. یا بذار بیام تو یا بهم بگو برم. میرم زیر بازارشه. اگه از دست مستای آخر شب جون سالم در بردم، صبح حیدر جنازمو میفرسته قبرستون. تایر خان زنه برده خونه ستاد در نیاد همه جو وسط بابا دست خوش میشناسی زنه کیه؟ نه کیه زنه؟ اعظم آبجی حیدرخانه. آره اعظم طرف. آره حالا بریم تا بهت بگم تا اسمال خنگه باشه هیچ وقت نگه تموم خبرهای دست اولو اون اول همه نسمه. باید بهش نشون بدم که علی فنگیل کرم محله است. بریم خبر بدیم. بسم الله. آی ملت بیکار الله پای بازار چه نشسته؟ عیب کجای بی پدر؟ یک خبر دست اول دارم. همین الان زربرق با کردم. اگه بهش تو بیا برق ازت میپره، ولی باید قول بدی که امپر ازت نپره، فاز بپره چون به خاموشی میخوره. حالا گوش کن ببین چی میگن. سلام حیدر خان. سلام. چیکار داری؟ واسهتون یه پیغومو بردم. پیغام؟ آره ابی گفته. میخوام بفهمم چه خبرها شد. دیگه همه چی افتاری شد تاهر. امشب باز آب حوض خونه تا خونه یکی از ما قرمز بکن. نه بگو ببینم من واسه طاهر نوکر خوبی بودم یا نه؟ خب آره ننه. میخوام ببینم قلومش بودم، خدمتشو کردم، کوچیکیشو کردم. ده نره بگو چیکار به من گفته که نکردم. آخه مگه چی شده؟ طاهر چیکار کرده؟ خونه؟ آره نره خونه. اما اگه حرفایی که اینا میزنن درست باشه باره تو خونه یه توپ بنداز تو صورتش. حیدر این حرفا چیه میزنی؟ چرا پرت و پلا میگی؟ تو خودت میدونی که طاهر تو رو چقدر دوست داره. اون وقت نه اون به هر دوی ما چرک زده.
دوش به دوش من دنبال آبجیم میگرده، بعد تو رو میفرسته قوم، بعد آبجیم منو میاره تو خونه قایمش میکنه. برو ببین نره. برو دیگه. طاهر، منم مادرت، در وا کن. مادر طاهر چرا جلوی مردان نامرد با حیثیت و آبروی من بازی میکنی؟ تو که اینطوری نبودی. ولی این دختر اینجا چی کار میکنه؟ مادر پاری حرف هست که همه جه نمیشه زد. از حرف مردم درسته. هیدر راست میگفت. والا بلا مادر. نه تا وقتی که این دختره تو این خونه من یه دقیقه پامو اینجا نمیذارم. یا جای من تو این خونه طاهر یا جای این دختره. اگر اصاب کن. هیدر پناهنده تو این خونمون شدم. من از اینجا ببر. روش کن طاهر، ننت تو پناه منه. من رسم لوتیگری سرم میشه، اما واسه خنجری که خوش به امتنی دیر نمیشه. یه سر دیگه تو. اما بدون طاهری که ما به مردونگیش قسم میخوردیم واسه تک تک ما هم مرد. اگه مردونی که به این حرف هست بذار طاهر واسه همیشه بمیر. بذار برم دیگه، بسته. من دیگه برای تو هیچی نداشتم. نه، وقتی تو چشای اشک‌آلودت نگاه کردم همه چیزو میدونستم، ولی یه چیزو بهتر میدونم. مرد باز رو قولش واسه. چرا طاهر خود؟ چرا چی؟ چرا حرف نزدی؟ چرا خواستی اینطوری بهت لجن بمالن و اونایی که دوستشون داری از دور و برت فراری بشن؟ چرا خودتو رسوای محل کردی؟ میگفتم چی میشد؟ چطوری جلو هیدر رو واس میگرفتم تا خون تو رو نریزه؟ بعدش چطوری میتونستم تو میدون توپخونه واسطم و جنازه هیدر رو تماشا کنم که نسیم سحر گل دار تکون تکونش میده؟ یه قربونی لازم بود تا یه همچی شری به پا نشه. اون وقت تو خودتو قربونی کردی. ای بابا این نیز بگذرد. تو این زمونه قیمت ما، خودمو میگم، با قیمت یه گوسفند قربونی زیاد توفیری نداره. آره پیداش نکردم. راستی مهمون داریم. مادر طاهره اومده مهمون ما باشه. پسرش اینجا نیست. ما یه خوش اومدیم. بریم تو یکی اتاق خود استراحت کن مادر. بریم. خودتو مادر جون خودتو. اینجا اتاق خودته. قلم از رو چشم. بشی مادر جون بشی. تا وقتی که من زندم اگه 100 سالم اینجا پیش ما بمونه من خودم نوکرتم. ناراحت نباش، تو نیست مادر، تو نه.
چرا؟ وقتی طاهر رو دیدم که لب بسته و حرف نمیزنه فهمیدم روحش مثل سپیده صبح پاک. آره داشت من تو رو زد زیمی. من رو زمین زد؟ آره تو رو زد زیمی. اون خیلی مرده داشت خیلی مرده. اون حرف نزد، آبرو خودش ریخت تا آبرو دختره ریخته نشه. این مردی نیست داشت خلومم. این هیچ نیست. اون نمیتونسته حرف بزنه. دوم خروس از زیر کتش بیرون بوده، نمیتونسته چیزی بگه. میفهمی؟ اون مرد داشت خلومم، مرده. لب ببند پسر. تموم چارسو محله پایین مرد تو دست داشت خلوم ندیدن. اینو همه محل میدونن. من یکی نمیدونم. میخوای بری؟ باید برم. نرو طاهر. نه، این کارو نمیتونم بکنم. تا حالا هر وقت یکی منو خواسته، چه به هم احتیاج داشته، چه خواسته خونمو بریزه و یا خواسته رجز بخونه و جلوی اهل محل دو بیاد، من راه افتادم و رفتم. 30 ساله که رفتم. حالا میرم. چی کار کنم؟ این تو خونمه. آخه که چی بشه؟ نمیدونم. میخوای بکشیش؟ حیدر رو میگم. من هیچ وقت نخواستم حیدر رو دوشم بندازم. اون زنده میمونه. واسه اون یکی مثل تو هست که دل ناگرانش باشه. من دل کسی رو تا حالا نشوندم، حالا خصوص دل اون زنده میمونه. تو چی طاهر؟ من دوست دارم طاهر. اگه بری داشت زنده میمونه. فقط اینو میتونم بگم. میترسم بمیرم و حرفم تو دلم قلم بشه. اینو بدون، من بکارت رو در روح یه بشر میدونم، نه در جسمش. تا حالا لبام بسته بود. بذار حالا بهت بگم. من خاطرتو میخواستم. آره، چند ساله که میخوام. جخت تازه داشتم مادرم رو رای خونتو میکردم. روزگار دیگه.
ببین که نیامد. خسته شدم بس که منتظرش وایسادم. انگار باید خودم برم سراغش. نمیاد. طاهر برده؟ باز برم تو خونهش. باز زنه و نامردا باز تو خونه خودشون باشون رو در رو شد. طاهر از این دو دستم کمتره. لب ببند حیدر. دهنتون نیگر دار حیدر. حرمت دهن آدم مثل حرف خونه و ناموسشه. وقتی دهن وا میکنی چش نبند. چه بهتر که چشا بسته باشه. اولا آدم صورت نامرده رو نمیبینه. کارد یا زنجیر؟ چی از من میخوای؟ کارد یا زنجیر؟ حرف دیگه ای بین ما نیست طاهر. من دستامو دارم حیدر. دستای من برای من بسته. زنجیر میزنمت تا دست به کارت بشی. وقتی جلوی من وایسی دستت با کاردم برات بس نیست. بگیر آمد. کوچیک‌تر از اونی که بتونی دست من بلند کنی. فهمیدی؟ این دفعه آخرت باشه. وقتی کارد و زنجیر داری کاردو بده دست راستت. بهتر ازش میتونی استفاده کنی. من دیگه باید حرفی ندارم. پاش برو پی کارت. خوب نبود حیدر. از پشت زدن کارتون نبود. اینقدر با اون چشای به ظاهر مهربونه تو چشای من خیره نشو. اگه مظلومی 1000 آهورم تو چشات بریزی به ولایری زود با میری تو قلب بشنی. ایجیش بریده. بذار حرفمو بزنم بعد منو بکش حیدر. اما بذار حرفمو بزنم. تو رو خدا بذار حرفمو بزنم. تو خیلی تلاش کردی که آبروی منو نگه داری اما دیگه فایده ای نداره. اون قربونی که گفتی من باشم بهتره. پس بذار آبرومو، البته اگه آبرویی مونده باشه، وسط این جمعیت بریزم و بگم اصل قضیه چیه. کی این آشوبو به پا کرده؟ چرا مثل طاعون به جون هم افتادین؟ چرا داریوش تقصیر شماها نیست؟
اون کسی که دامن یه دختر رو لکه دار کرد و یه عمر روزگارش رو سیاه کرد تا از شما انتقام بگیره همین جاهاست. اونو پیداش کنی. اون گرگ خونی دورآور خونتونه. بیا وسط داشت خلومم. انگاری نوبتی هم باشه نوبت توه. خودتو حاضر کن. بیا وسط خودتو بشور. این لکه نیست که بشه به این راست و ریسی پاکش کرد. بیا بگو که تو لکه دارش کردی. نه داشت خلومم. انگاری این دنیا واسه آدمایی مثل ما خیلی تنگه. بیا بگو که چه خاکی به سرش ریختی. بیا داشت خلومم. هیدر به موی مادر پیرم قسم در تموم مدتی که چاقو دستت بود و میخواستی منو بکشی یه آن به فکرم نرسید که تو رو بکشم یا بهت زخم بزنم. اما حالا اگه بخوای طرف این مرد بری اونو بکشی به ولای علی میکشمت. برای اینکه من خودم میخوام بکشمش. نشون بده چی از مرد یا زور سرت میشه. نشون بده. میکشمت. حلاکت میکنم نامرد. هیدر آخر کار خودت کردی؟ نخواستم تو نخواستم دستای پاک تو خون کسی رو بریزه. خونم خون آدمی مثل این. هیدر صبر کن تو. صبر کن. جلو نیا. نمیتونم تو چشات نگاه کنم. شبای تاریک روزای سیاه فکر کردم مردی و مردمی که مرده اما حالا فهمیدم که نمرده. واسه همینه که نمیتونم تو چشت چشم بندازم. دیگه نه راه پس دارم نه راه پیش. تا این سفیده صبح فقط یه کار میتونم بکنم. فقط این کارو. دیگه تمامه. چرا آتیش به جوانی زدی پسر؟ من دیگه رفتنی بابا خیلی تنها میشه. بهش بگو خیلی رفته مسافرن. یعنی باور بکنن. آروم باش. خیالت آسوده باشه.
منو میبخشی تو پاره جیگر منی میبخشی تو مردونگی رو رنگ من تموم کردی ازم خواهرم تا حالا پناهش دادی حالا حفظش کن تو چه معصوم شهید شدی من دارم میمیرم منم میخواستم بگم که منم هستم میخواستم عزت داشته باشم ولی بیراه رفتم حالا طاهر چه ظالم چه مظلوم مردم لغت مالم کنم یه نفر داشت ما کمک کنه داره ازش خون میره ابی شنیدی بهم گفت داشقلم شنفتی ابی من فقط ازت میخوام نذار مثل من بشی اگه کاری داشتی برو پیشون یه کاری کن مثل اون بشی مثل طاهر نه مثل من بد نه داشت کنم